جهنم خداوند برای کفار آماده کرده و منافقین و کسانی که صاحب نفس اماره هستند. و دولت یهود در آخر الزمان قبل از مسلمان ها شکل میگیره. دولت یهود که اسرائیل نیست. و بعد مسلمان کشی میکنن و خداوند مسلمان ها رو بر یهود پیروز میکنه. بعد کوه و درخت و دشت و سنگ و تپه و به صدا در میاد ای برادر مسلمان یهودی پشت من قایم شده، بیا اونو دستگیر کن و به قتل برسان. دجال که ظهور پیدا میکنه، خداوند عیسی مسیح را میفرسته دوباره به دنیا، در حالی که 2 دستش بر 2 بال فرشتگانه، از آسمان میاد پایین کنار منارة البیضاء شرقی دمشق. این دمشقی که الان پایتخت سوریه است. چقدر مسلمان کشی داره توش میشه. سرزمین شام سرزمین محشره. دجال بزرگ آخر الزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح، در محلی به اسم باب لد در فلسطین. وقتی گفتیم شام 4 کشوره: فلسطین، اردن، سوریه و لبنان. این 4 کشور بهش میگن شام. عیسی مسیح در حالی که 2 دستش بر 2 بال فرشتگانه میاد پایین کنار منارة البیضاء، مناره سفید در دمشق، شرقی دمشق. و وقتی میاد به دنیا اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهاده به اسلام میده. هر پیامبری که بعد از اسلام بیاد، بعد از اسلام هیچ پیامبری نیست بعد از پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی عیسی مسیح به دنیا میاد. چرا به دنیا میاد؟ به خاطر که صلیب رو خرد بکنه. چون مسیحی ها گفتن ما عیسی رو کشتیم، به دار کشیدیم. خداوند میگه اینا دروغ میگن. و ما قتلوه یقینا انی متوفیک و رافعک الیه. من تو رو قبض روح کردم و بلند کردم به آسمان. خداوند وقتی که دشمنان عیسی مسیح رفتن که عیسی مسیح رو بکشن، به قتل برسانن، خداوند اونو قبض روح کرد و شبه صورت عیسی مسیح رو انداخت تو کسی که کار دستش بود، خنجر، تو صورت یکی از اونایی که جز قاتلین بود. و وقتی مسیحی ها رسیدن دیدن که چه؟ عیسی داخل. گفت من عیسی نیستم. گفتن نه، صورتت عیسی است دیگه. و خداوند عیسی را قبض روح کرد، پیغمبر اولوالعزم، برد به آسمان ها. پس تنها کسی که پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهاده به اسلام میده. دومین کار در ملأ عام صلیب و خرد میکنه. سرعت دجال الان تعجب میکنید. یک زمانی با قافله از مکه تا بیت المقدس شاید 40 روز بوده با قافله شطور، ولی الان با 2 ساعت میرن با پرواز. یه روزی میرسه که شاید با نیم ساعت برن. یکی از علامات نزدیک شدن قیامت سرعت زمانه. زمان سرعت پیدا میکنه، خیلی سرعت پیدا میکنه. چطوری دجال با همه مردم صحبت میکنه؟ تکنولوژی و فناوری به کجا رسیده؟ این تکنولوژی و فناوری در اختیار دجال هم قرار میگیره. اون زمان دیگه خیلی خودشو عرضه میکنه. پس سرزمین شام سرزمین محشره. خدا داره آماده میکنه. ناراحت نباشید. کودکان سوریایی قتل عام میشن، کودکان عراقی قتل عام میشن، مسلمانان عراق و سوریه و فلسطین دارن قتل عام میشن. این مقدمشه. خدا میخواد اونها رو خالص بکنه. خدا صبر عجیبی بهشون داده که کل دنیا الان ارتشش فرستاده اونجا، همه دارن سرکوب میکنن.
فقط مسلمان مجاهدی که باور بکنی من تو تلویزیون دیدم چاهی کنده بودن، یکی از مجاهدین رو گذاشته بودن تو این چاه و با سر بیل میزدن تو سرش، بگو لا اله الا بشار، بگو خدایی نیست مگر بشار اسد، بگو لا اله الا الله، خاک میریختن رو سرش با بیل میزدن تو سرش، میگفتن بگو لا اله الا بشار، بگو هیچ خدایی نیست مگر بشار اسد، بگو لا اله الا الله. همجور تا خاک آمد رو سینش میزدن تو سرش با پوتینشون، میگو لا اله الا الله، خاک آمد رو لبش. من این صحنه رو تو تلویزیون میدیدم، خاک آمد رو چشمش، خاک تکون میخورد وقتی کلمه توحید میگفت لا اله الا الله، تا اینکه خاک کل سرشو پوشوند، همش میگفت لا اله الا الله. پس سرزمینی که محشر برپا میشه سرزمین شامه و بزرگترین فتنه هم از اونجا خاموش میشه اون فتنه. و عیسی مسیح هم در منارة البیضاء شرقی دمشق در حالی که دستاش رو 2 بال فرشته هاست میاد پایین، شهاده به اسلام میده، صلیب خورد میکنه. ای دروغگوها، ای مسیحی ها، ای صلیبی ها، دین اسلامه. و بعد دنبال میکنه مسیح دجالو تا پیداش میکنه، دستگیرش میکنه کجا؟ نزد باب لد در فلسطین، سرزمین شام. صهیونیسم و اذنابشون و پیروانشون در دنیا همه سربازان دجالن، فکر میکنن مسلمان کشی میکنن. اونجا حضرت عیسی دجال رو دستگیر میکنه و همونجا به قتل میرسه.